همین شغل دیگه چی شد؟ حالا اومدی صافکاری، خب گفتی قبلا کار ماشین تصادفی و اینا می‌کردی، چی شد اومدی صافکاری؟ خب این همین شغل دیگه بود، چرا نرفتی مثلا باکسی سازی، نرفتی دیار، نرفتی گیربکس اتومات؟ کاریه که همه چیز دست خودته، به مود آدم، به حال آدم خیلی بستگی داره، به اینکه هنر خودت نشون میدی. اونا همش یه فنی کاری، فقط اینجا به علاوه فنی کار بودن هنرمندم هستی. نباید مثلا بگیم که اون آره همه کارا برای خودشون ارزش دارن، ولی خب این کار یه چیز دیگه است به نظر من، زیبایی‌های خاص خودشو داره. چون که هر چقدر هی کارتو میبری جلو، هر چی صافتر میشه، هر چی موجش کمتر میشه، انگار یه حالت خوب میشه، انگار که یه پازلیه که داری تمومش میکنی. دقیقاً. بعد اینکه یه چیزی رو درست میکنی، نه اینکه عوض بکنی، داری تعمیر میکنی نه اینکه تعویض بکنی. اینا تو جامعه امروزی خیلی به آدم انرژی میده که من یه آدم تعمیرکارم نه تعویضکار. خیلی به